اولین قطار رهنم مبارک تلویزیونی یادآور بشیم که دیپلم از جانب مؤسسه دفتر تلویزیون سینما و تحفه‌های خاطره‌ای از جانب شرکت تکلت تقدیم می‌گردد. مبارک باشد، سلامت باشید. فقط سخن میگم. چنین بهاگذاری ما را وادار می‌سازد که سر کسبیت خویش بیشتر کار کنیم و سپاس خود را به مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه می‌رسانم که برای برداشتن چنین فیلم‌ها شرایط مساعد کردند و باز به اهل ایجاد این چنین به مؤسسه دولتی تلویزیون سینما برای چنین یک فستیوال زیبا سپاسگزارم. تشکر زیاد، سلامت باشید. بگذارید